بسم الله الرحمن الرحیم. من شخصاً از استاد دکتر پازوکی صمیمانه سپاسگزاری میکنم که آقای دکتر پازوکی رو در سخنرانی‌های مختلف نمیشه زیارت کرد و این حالا یه علاقه است که استاد به مولوی دارن و لطفی است که به بنیاد ما و شخص من دارن. باز از ایشون واقعا سپاسگزاری میکنم. من آرزو کردم مثل که مستجاب نشد که کاش در این سخنرانی عده زیادی دانشجو می بود، برای اینکه سخنرانی هایشون من چندین جلسه موفق بودم که در خدمت سخنرانیشون رو شنیدم. برای دستگیری، برای راهنمایی سخنرانی هایشون بسیار مفید هست و کاش این برگه‌ای که هست، من البته 2-3 تاش رو خدمت شما خواهم خوند، کارهایی که استاد پازوکی انجام دادند جای افقی نیست. یعنی ما قافیه اندیشیدیم ولی دلدار آقای دکتر پازوکی به ایشون گفتن که جز دیدار ما به هیچ چیز میندیش و کارهایی که ایشون انجام دادن همه در زمینه اون اهدافی است که خود مولانا دنبالش بوده و سخنرانی ایشون امروز هست سنت و بدعت در مثنوی مولانا که امیدوارم که همه عنایت بکنن و استفاده بکنن و این چون برنامه ضبط میشه، من به دانشجویان و دوستانی که خانواده در دانشجو دارن در خانواده توصیه بکنن که این CD رو حتما تهیه کنن برای استفاده. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از جناب آقای دکتر سبحانی. لطف فرمودن، بنده قابل نبودم. اگر ایشون واقعا چنین استنباطی از عرایض من کردند، من خودم رو موفق میدونم، برای اینی که خب من هم خودم اذعان دارم و که واقعا نه محقق این کار هستم، نه پژوهشگر، نه معلمش. یه علایق شخصی دارم و بر اساس این علایق شخصی مطالعه میکنم. یه موقع سر از مولانا در میارم، یه موقع سر از جاهای دیگه در میارم و اینا تمام البته یه کثرتی است که خودم توش وحدتش رو میبینم، اونم علاقه شخصیم هست. اینی که اگر احتمالاً کار چندان آکادمیک در نیامد، عرایض بنده شما بر من ببخشید. اون چیزی که به اصطلاح تصور میکنم باید طرح بشه، گفته بشه، دنبال اون هستم که باید اون رو طرح کنم. معمولاً هم هر کاری که میکنم نظرم به این هستش که به صورت فقط یه چیزی که تفسیری باشه از آنچه که گذشته نباشه، بلکه امیدوارم که راهگشا باشه برای تفکر در دوره معاصر، به خصوص در ایران. عرایزم رو شروع میکنم. همونطور که فرمودند موضوع بحث بنده سنت و بدعت در مثنویه. منتها قبل از این که میخوام به این مفهوم، به این مسئله بپردازم، دوست دارم که اجازه میخوام که یادی بکنم از 3 نفر از استادان و محققان فراموش شده آثار مولانا که مضافاً بر احاطه بر علوم ظاهری که برای فهم مثنوی مولانا لازمه، خودشان اهل سلوک و از اصحاب طریقت بودند، لذا شرط کافی فهم مثنوی و راه ورود به عالم معنوی وی را نیز داشتند. حالا در این باره باید بحث کرد که چه جوری اصلا میشه وارد عالم معنوی مولانا شد یا نه. یعنی اصلا کار ساده‌ای نیستش. ما همه میخونیم و استفاده میکنیم و لذت میبریم، ولی معلوم نیست چقدر تونستیم راه پیدا کنیم به این عالم. عالم معنوی ساده‌ای نیست. خود مولانا هم به این سادگی واردش نشده و به سادگی هم شرح نداده. این رو به عنوان این اولین باره دارم این کار رو میکنم، برای اینی که هرچی فکر کردم دیدم خب من خیلی آموختم ولی هیچ وقت یاد نکردم از این بزرگانی که انصافاً و حقاً استاد مولانا پژوهی یا حتی محقق
به معنایی که مولانا میگه در مقابل مقلد در مثنوی بودند. اولین شخص مرحوم حاج شیخ عبدالله حائری هستش. کسانی که تصحیح مرحوم فروزانفر رو، تصحیح دیوان کبیر رو خواندند، در 2 جا مرحوم فروزانفر از مرحوم حاج شیخ عبدالله حائری یاد میکنه و بیش از همه خودش رو مدیون توجهات ظاهری و باطنی و تشویقها و معانست و مجالست با ایشون میدونه که در بار اولش، همون صفحات اول هستش، اولا طوری صحبت میکنه، سخن میگه از مرحوم حاج شیخ عبدالله که آدم گاهی اوقات یاد مولانا میفته که هر بار سخن از شمس میگه یه جور دیگه سخن میگه. در همون اول تصحیح دیوان کبیر، اونجا که بعد از اینی که مرحوم فروزانفر میگه که من منتخبات رضا قلی خان خوندم ولی چندان چیزی، به قول من این نقل قول مستقیم میکنم، از چاشنی ذوق و معرفتش اندک بهره‌ام نیافت. بعد از اونجا میگه که تا این که با مرحوم حائری آشنا شدم. نقل قول مستقیم میکنم. بعد درباره ایشون اینطور میگه: آن آزاده مرد در ظرافت اخلاق و لطف و نکته در ظرافت، ببخشید من این نکمونه، و لطف محضر و نکته‌دانی و شعرشناسی آیتی بود سماوی و به مولانا و آثار وی عشق بی حد می‌ورزید. اینطور راجع به مرحوم آقای حائری صحبت میکنه. سپس شرح خلوت‌ها و مثنوی خوانی‌های خودش رو که میگه از صبح زود شروع می‌کردیم تا غروب نمی‌فهمیدیم چه ساعت چگونه گذشت، بیان میکنه. بار دیگه در اواخر مقدمه بر دیوان کبیر میگه که چطور شد، به چه دلایلی تصحیح دیوان متوقف شد. اگر بخونید مقدمه رو میبینید مرحوم فروزانفر ذکر میکنه چه مشکلاتی براشون پیدا شد. بعد میگه که دوباره چگونه مرحوم آقای حائری تشویق کرد که باید به این کار ادامه بدی. اینجا با یه لحن یک کمی بالاتر میره، میگه که نقل قول مستقیم میکنم: آن معدن ظرافت و کان ملاحت حاج شیخ عبدالله حائری که پیوسته‌اش به مدد تشویق در کار می آورد. این در واقع اولین کسی که میخواستم ازشون یاد بکنم ایشون هستش. کار زیادی، کار مکتوبی نکردن، ولی سنت مثنوی دانی و مثنوی خوانی رو ایشون درست کردن که حالا عرض میکنم به کی میرسه این سنت. این نکته هم اضافه بکنم که برخی از به اصطلاح عرفان ستیزان رسمی در ایران استناد کردن به کتاب حقوق بگیران انگلیس در ایران اسماعیل رائین و گفتن که این شخص یعنی حاج شیخ عبدالله حائری یکی از اون 3 نفر علمای نجف بوده، مرحوم آخوند خراسانی و حاج میرزا خلیلی و شیخ عبدالله که از حقوق بگیران انگلیس بودن. فارغ از این که اصلا خود این قول چقدر مبنا داره و یا نداره، فقط اضافه میکنم که این حاج شیخ عبدالله حائری عارف با اون حاج شیخ عبدالله فقیه کاملا متفاوت هستند و اون فقیه ساکن نجف بوده و این عارف ساکن تهران بوده. 30 سال هم تفاوت فوت دارن، سال فوتشون هست. نفر دومی که میخوام ازشون یاد بکنم فرزند این عارف بزرگواری که عرض کردم که از پدر به ارث برده بود که به سبب روحیه عزلت‌گزینی و عدم تمایل به اشتهار کمتر می‌نوشت. اون اولین مراسم یادبود مولانا که در ایران برگزار شد، یونسکو برگزار کرد، اون سخنرانی که به دعوت قرار نبود سخنرانی بکنه ولی ازش خواستن تو مجلس که بیاد سخنرانی کنه و مرحوم همین آقای هادی حائری بود، فرزند حاج شیخ عبدالله حائری. بسیاری از اساتید قدیمی مثل مرحوم سید محمد کاظم عصار، مرحوم استاد محیط طباطبایی، مرحوم استاد محمد تقی جعفری مجالس صبح‌های جمعه ایشون رو که آخرینش فکر کنم سال 61 بودش، همه یادشون میادش که چگونه ایشون مثنوی میخوند و چگونه شرح میکرد. من نقل میکنم از اینکه در مجلس ختم ایشون قرار بودش که مرحوم استاد جعفری برن منبر، ولی ایشون همون پله اول منبر نشست و گفت در مجلس استاد حائری حد من بیش از این نیست که به بالاتر برم بشینم.
مرحوم حائری اگر سخنرانی‌های آقای دکتر نصر، کتاب‌های آقای دکتر نصر در زمین مولانا آشنا باشید، همواره اسم ایشون رو میاره. تو اون کنگره بزرگ قونیه هم اول تشکر کرد، گفت من مثنوی خوانیم و ارادت عرفانی به مرحوم آقای هادی حائری است که ذکر مفصلی هم ازشون کرد و مطلب تقریبا هر جا دکتر نصر اسمی میاره از مثنوی یا مطلبی رو نقل میکنه، ذکری هم از استادش مرحوم آقای هادی حائری میکنه. ایشون اولین بار به صورت یادداشت‌هایی در حاشیه مثنویش که اون مثنوی رو من دیده بودم، آیات قرآن و گاهی اشعاری از غزلیات شمس رو آورده بود. این مثنوی داشته، کنارش شرح مثنوی استناد میکرد به آیات قرآن یا برخی غزلیات شمس رو می‌آورد که بعداً توسط بعضی از شاگرداشون به صورت یک کتابی به نام نخبة العرفان من آیات القرآن و تفسیرها چاپ شد. آخرین یه نکته هم از آقای دکتر پاریزی بگم که الان چند دقیقه پیش ذکر خیرشون بودش. از مشتریای ثابت مجالس صبح جمعه مثنوی خونه مرحوم آقای حائری بودن. آقای دکتر پاریزی توی نوشته بودن در جایی مقدمه یک کتابی، نقل قول مستقیم میکنم، به خاطر دارم که بعضی روزها که خدمت مرحوم آقای هادی حائری مشرف میشدم، نکاتی در باب مثنوی میشنیدم که تا آن روز هیچ جا نخوانده و ندیده بودم. من این رو فقط به عنوان ربطی نداشت به مطلب خودم، فقط به عنوان ادای دین، به عنوان کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم چیزی یاد گرفته از محضر اون بزرگوارا ذکر کردم. اما میپردازم به مسئله خودم. موضوعی که عرض کردم سنت و بدعت هست در مثنوی. یک مقدماتی رو عرض میکنم که مراد من از سنت و بدعت چیه، بعد به اصطلاح یه مقدمه تاریخی میگم، یک مقدمه عرفانی میگم بر معنای سنت و بدعت و بعد میرم سراغ مثنوی نظر مولانا رو عرض میکنم. مسئله سنت و بدعت از مسائل مهم در ادیان، خصوصا در ادیان ابراهیمی است. در دین یهود از آنجا که اصل دین عمل به احکام شرعی است و مؤمن کسی است که صرفاً متشرعه، یعنی مسئله ایمان مطرح نیست، صرف تشرع مطرحه، معمولاً بدعت در دین به بدعت در احکام شرعی تفسیر شده. یعنی کسی که به اصطلاح در احکام شرعی خلاف سنت رفتار میکنه. لذا از منظر یهودیان متدین اصیل کسی است که صحیح العمله. من به این اصطلاحات تاکید دارم، بعداً عرض میکنم. به اصطلاح صحیح العمل راست کرداره، اصطلاحی که در متون دینی به عنوان یک اصطلاح فنی به کار میبرن ارتوپراکسیه. ارتوس در زبان یونانی به معنای صحت و درستی، پراکسی هم همون پراکسیسی است که در فارسی هم میگیم پراگماتیک پراکسیس. ارتوپراکسی میشه صحت عمل. از منظر یهودی ها سنی بودن یعنی اهل سنت بودن به معنای عمل صحیح به احکام شریعته. ولی وقتی به مسیحیت نگاه میکنیم، چون در مسیحیت اصل دین اعتقاد به یه اصولی خاصه که این اصول ابتداعاً در شوراهای کلیسا در اون 4 قرن اول تنظیم شده بود، صحیح الاعتقاد بودن نه صحیح العمل بودن، یا به اصطلاح فارسی ترش راست پنداری و به اصطلاح فنیش در علم ادیان ارتودکسی ملاک تدینه. اونجا ایمان صحیح، اعتقاد صحیح در مسیحیت و در یهود عمل صحیح ملاک این هستش که کی سنی است. سنی که عرض میکنم تا آخر این جلسه وقتی میگم سنی مرادم سنی به معنای فرقه ایش نیست، یعنی اهل سنت بودن، یعنی به معنای دقیق لفظ. ولی نحوه و تشخیص اعتقادات یا اعمال صحیح، سوال اینه از بدعت چیه؟ اگر شروع ادیان رو نگاه کنیم دقیقاً مشخص نیست که به اصطلاح چه چیزی ارتودکسیه، چه چیزی ملاک صحیح الاعتقاد بودن یا نه. و این از قبیل اموری است که در تاریخ گسترش ادیان و پیدایش نهادهای رسمی دین پیدا میشه. بحث از اینی که کی عملش بدعته، کی عملش مطابق سنته، در صدر هیچ کدوم از این ادیان نیست. برای اینکه نبی اون دین، بزرگ اون دین خودش حضور داره، خود اون شخص سنته، خود اون نبی سنته، قول و فعل و تقریر رسول سنته. اما بعدن که کی حالا داره مطابق اون سنت رفتار میکنه، اون چیزیست که در ادیان، در تاریخ ادیان به صورت متأخر پیدا میشه. من مثال زدم در تاریخ ادیان، نفرمایید این چه ربطی داره به مثنوی مولانا ها، میرسم ربطش رو یک کمی بعد فاصله بکنین تا برسم.
در تاریخ ادیان یهودیان رسمی پیروان قباله یا کابالا در واقع طریقه عرفانی است که در یهود داریم. مهمترین طریقه عرفانیش قباله یا کابالا است. معمولا پیروان قباله را جزء بدعت‌گذاران رو میارن. مسیحیان ابتدا قنوسیه رو که اگر تاریخ مسیحیت رو بخونین اون 3-4 قرن اول جنگ کلیساست با قنوسیه و بعدن که بیایم تاریخ متأخر مسیحیت پروتستان ها رو بدعت‌گذار میدونن. زرتشتیان در تاریخ زرتشتی زروانی ها رو در یک دوره گفتن بدعت‌گذاره. هندوان بودایی ها رو گفتن بدعت، یعنی از منظر هندویسم بودیسم بدعت در هندویسم. در همه این نمونه ها تعیین کنندگان بدعت جریان های رسمی آن دینه که چون قدیمی تر بوده و چون حتما شروعش با اونهاست جریان های رسمی و پیروان بیشتر داشته خودشو ملاک سنت دانسته و بدیهی است که در این مسیر ساحت ظاهری دین چون در حد فهم عموم است و عوام رو بیشتر جلب میکنه غلبه ظاهری و پیروان بیشتری پیدا میکنه و آنها که سخن از باطن و معنا و ساحت باطنی دین میکنن به سبب عدم درک این لطایف برای عموم در اقلیت هستند. مسلمه که خواص باید در اقلیت باشن. اون که سخن از معنا و باطن دین میکنه قطعا اونها در اقلیت هستند و در تاریخ اسلام معمولا تحت عنوان فرقه در مقابل جماعت، اینی که اهل سنت به خودشون میگن اهل سنت و جماعت قابل تأمله، جماعتش از کجا آمده؟ معمولا اونهایی رو که اهل سنت کسانی رو که خارج از خودشون هستند به عنوان خروج از سنت و جماعت میگن، کلمه فرقه در مقابل جماعت یا نهله در مقابل مله. در تاریخ اسلام ببینید این اصطلاحات رو کتاب ملل و نهل شهرستانی مشهوره. ملل کیا هستن؟ ادیان کدوم؟ نهل اینجا در واقع یه جریان بدعته، یه جریان اصیل دینی نیستش. اما اگه یه کمی توجه بکنیم میبینیم که تمام گروه‌های بدعت‌گذار مذکور، چه زروانی‌ها در متن زرتشتی، چه قنوسیه در مسیحی‌ها و چه پیروان قباله در آیین یهود، همه اهل طریقت و عرفان هستند. یعنی در واقع اونا جریان‌های عرفانی خودشون رو بدعت‌گذار دونستن که برای اکثریت رسمی پیروان آن ادیان عقاید و تعلیماتشون قابل فهم نبوده، لذا گفتن بدعت. در مسیحیت که عملاً شوراهای کلیسا واضح اصول اعتقادی بودن، یعنی ارتدوکسی مسیحیت رو تعریف کردن، گفتن یک مسیحی ارتدوکس نه به معنای فرقی، یعنی مسیحی که اهل سنت و اعتقاد به اصول اولیه مسیحی هستش. کلیسا، شوراهای کلیسا اون 4 قرن اول مطالعه بفرمایید می‌بینید عملاً کلیسا شد ملاک تشخیص سنت و بدعت. دیگه اون ماجراهایی که در مورد تفتیش عقاید در قرون وسطا داریم اونا به دلیل همین هستش که کلیسا خودش رو ملاک سنت میدونسته و دیگران رو به جرم بدعت معمولاً محو میکرده، میگفته شما بدعت‌گذار هستید. خب برخلاف مسیحیت در تاریخ اسلام ما هیچ نهاد رسمی دینی مثل کلیسا نداشتیم که تصمیم بگیره و رسما تعیین کنه چه اعتقاد یا چه عملی بدعت در دین محسوب می شود. عرض میکنم نهاد رسمی دین، نمیگم اشخاص، ممکنه اشخاص گفتنم مثال میارم، اما هیچ نهاد رسمی مثل کلیسا ما نداریم. کلیسا وقتی میگه، کلیسای کاتولیک میگه این قول بدعته، دیگه بدعته برای همه مسیحیان پیرو کلیسای پاپ. اما در اسلام ما اصلا همچین نهاد رسمی رو نداشتیم که رسما بگه چه قولی بدعته و چه قولی به اصطلاح سنته. شاید تنها نهاد رسمی که در تاریخ اسلام متکفل مبارزه با بدعت و بدعت‌گذاران بوده مثل یه اداره نهاد حسبه بوده و این نهاد هم که بیش از اینکه دینی باشه نهادی حکومتی با حمایت سلاطین و حاکمان وقت بوده. القابی که در مورد بعضی از سلاطین چه از جانب خودشان و چه دیگران به کار بردن و حاکی از مبارزه با بدعت
و قلع و قمع بدعتگزاران و شاید هم غالبا برای عوام فریبی بوده، مؤید این واقعیتی که ما هیچ نهاد رسمی نداشتیم. این به اصطلاح نهاد حزب هم یه چیز خیلی جریان حکومتی، مثل یه چیزی مونه که تو شهرداری مثلا یه اداره متکفلی همچین کاری بشه. خب چرا؟ چون همه مسلمانان خود را تابع سنت نبوی دانسته و میدانند و همه مسلمان بودن را به قبول اصول دین و عمل به فروع تعریف کردند. اینی که ما در تاریخ اسلام بیشتر مواجه با فرق مختلف اهم از شیعه و سنی هستیم که در مورد بدعتگزار بودن اونها در زمان خودشون کمتر قضاوت می شده. شما کافیست کتاب فرق و شیعه نوبختی رو بخونید، ببینید که فرقه های شیعی رو که واقعا برخیشون عقاید بسیار سخیفی دارن، در زمان خودشون کسی نگفته اینا بدعتن و گویی که اینها گروه های مختلف و فرقه های مختلف، حالا به این تعبیر، سر جای خودشون هستن، هیچ نهاد رسمی هم نمیگه تو بدعت گذاری. لذا معمولا به جای یک نهاد رسمی دینی کسانی از علما بودن، اینو زیاد داریم، که به عنوان زنده کننده سنت تحت عنوان با لقب محیی السنت و نابود کننده بدعت با عنوان قامع البدعه مشهور شدند، که از میان مشاهرشان میتوان از اهل سنت به ابن تیمیه و از علمای شیعه از علامه هلی نام برد. البته از این هم نباید غافل بود که در عالم تسنن تا زمان سقوط خلافت عباسی در قرن هفتم، خلیفه که خودش رو جانشین نبی معرفی می‌کرده به یک معنا مرجعیت دینی هم داشته و اعمال نفوذ این مرجعیت حکومتی در مورد بعضی خلفای اموی و عباسی در مباحث اعتقادی مثل قدیم و حادث بودن کلام الله مشهوده. اعمال نفوذی که به اصطلاح خلیفه به عنوان جانشین دینی پیامبر می‌کرده در مسائل اعتقادی. اما شیعیان تا زمان صفویه چون قدرت حکومتی نداشتن، نهاد دینی متنفذی با قدرت سیاسی در میان آنها نبوده که سنی بودن رو منحصر به خود کنند. بدین قرار در بیشتر موارد اصول و موازین مذهب غالب بر یک محدوده خاص به پشتوانه حکومت و والی اونجا ملاک سنت محسوب می شده. اینی که ما ملاک های مختلفی ممکنه داشته باشیم از جانب علمای مختلف. برای نمونه می توان سلاطین سلجوقی رو نام برد که به تعصب در مذهب تسنن مشهور بودند و خود را حافظ سنت اسلامی، البته به روایت خاص خلیفه عباسی، معرفی می کردند. با این حال اتهام بدعت به دیگران معمولاً در منطقه خاص و در زمانی محدود بوده و غالباً چنین بوده که حاکمی یا عالمی تفسیر معینی از اسلام رو صحیح و دیگران را که با آن اعتقاد نداشتند بدعت گذار معرفی کرده. لذا هیچگاه بدعت اتهامی علل عموم نبوده، یعنی برای همه مسلمین نبوده که یعنی همه مسلمین بگن شما ای گروه شما بدعت گذارید. خب پس میرسیم سر اینی که چه کسی اهل سنت در اسلام؟ در مسیح مشخصه، کلیسا تعیین میکنه، کلیسای کاتولیک میگه کی ارتدوکسه. ارتدوکس نه به معنای فرقه‌ای، یعنی صحیح الاعتقاده. در یهودیت مشخص میشه که کی عمل صحیح داره، کی عملش بدعته، تمام مشخصه. در اسلام کیه؟ چه کسی بدعت گذاره؟ این به آسانی در اسلام نبوده. برای اینکه ما وقتی میتونیم اهل بدعت رو معرفی کنیم که ابتدا تعیین کنیم چه کسانی اهل سنت هستند. خب گاهی اوقات میگن ملاک کثرت پیروانه. خب در طول تاریخ اسلام کسانی که رسما عنوان اهل سنت و جماعت به خود دادن به این نام شهرت دارن. خب چرا اهل سنت به خودشون میگن اهل سنت و جماعت هستیم؟ برای اینکه میگن دیگران بدعت گذارند، ما اهل سنت هستیم. و اکثریت مسلمانان را نیز همواره تشکیل دادند. شیعه در مقابل اهل سنت کاملا در اقلیته، اصلا به اصطلاح عددی نیستش در مقابل تعداد اهل سنت. اگر ملاک سنی بودن کثرت پیروانه، پس شیعه پس الان خارج میشه از اینی که به اصطلاح سنیست به معنای اینی که تابع سنت رسول الله. بقیه مذاهب اسلامی از جمله شیعه را اهل سنت عملاً بدعت‌گذار معرفی کردند با اطلاق سنی به خودشون فقط و با صفت اهل جماعت بودن دیگران را متهم به خروج از اسلام و به عنوان فرقه میشناسند.
خب حالا من میخوام برم سراغ اینی که یواش یواش دارم به مولانا نزدیک میشم، صبر بفرمایید میرسم به مولانا. حال اگر صوفیه را چنان که مخالفان تصوف مدعی هستند اهل بدعت بدانیم، ابتدا باید بگوییم که اهل سنت چه کسانی هستند. کی سنیه و ملاک سنی بودن چیه؟ آیا محدثان یا فقیهان اهل سنتند؟ آیا متکلمان یا فیلسوفان؟ کدومشون؟ با کمی مطالعه در تاریخ اسلام می‌بینیم که در میان هر 4 گروه مذکور، متکلم و فقیه و فیلسوف و نمیدونم محدث، کسانی اهل تصوف نیز بودند. تعداد محدثان صوفی، حتی محدثانی که از ائمه اطهار نقل می‌کردند، ما چند تا 24 نفر رو لااقل من خودم دیدم که تحت عنوان صوفی بودن، از محدثانی هستند که از ائمه بعد از امام صادق نقل حدیث می‌کنند. فقیهان صوفی، متکلمان صوفی و فیلسوفان صوفی در تاریخ معارف اسلامی اعم از شیعه و سنی کم نیستند و اصولاً در قرون اولیه اسلامی تفکیک اینها از هم به آسانی میسر نیست. از حیث تاریخی اولین بار کیا به اینا گفتن که شما به اهل تصوف گفتن که شما خارج شدید از سنت، بدعت گذارید؟ از جانب علمای اهل سنت اولین بار کسانی مثل ابن جوزی در کتاب تلبیس و ابلیس و سپس ابن تیمیه در عمده آثارش به طعن و طرد تصوف آغاز کردند و مشایخ تصوف را بدعت‌گذار در دین معرفی کردند. ما اصلا همچین چیزی رو در علمای شیعه نمی‌بینیم تا دوره صفویه. دوره صفویه از اواسط به تأسی از علمای سنی عارفان بزرگ مسلمان را همراه با فیلسوفان منحرف از دین و بدعت‌گذار خواندند. اینی که الان می‌بینید مثلا ملا صدرا تکریم میشه ولی مولانا تکریم میشه ولی مثلا فرض کنید بایزید تکفیر میشه، اینو در دوره صفویه نمی‌بینید شما. هر کی به مولانا بد میگه به ملا صدرا بد میگه، با بایزید هم میونه‌ای نداره. یعنی این تفکیک که چون بایزید اهل تصوف بوده پس بده و مولانا چون عارف بوده خوبه، این کاملا مدرنه. تو این 2-3 دهه اخیر ما همچین تفکیکی رو می‌بینیم. فصلی در کتاب مجعول حدیقت الشیعه، در واقع یکی از آثاری که ابتدا میکنه این بحث رو که مثلا مولانا سنی اهل سنت نیست، از سنت پیامبر خارج شده، کتاب مجعول کتابی است به نام حدیقت الشیعه منسوب به مقدس اردبیلی. الان تقریبا اثبات شده به اینی که کتاب مجعوله، یا کلش جعلیه یا اون فصلی که در وسط کتاب بدون تناسب با اجزای دیگه کتاب در رد تصوف و فلسفه و حکمت و همه اینا هستش. تو همین کتاب هستش که احادیثی قریب به 13 تا حدیث منسوب به ائمه جعل شده. کلمه جعل رو تکرار میکنم، هم دارم تکرار میکنم. الان چند تا مقاله چند نفر از فضلای قوم نوشتن که این احادیث نه از نظر سند و نه از نظر محتوا هیچ کدوم اصالت نداره. این رویه در اوایل دوره قاجار تکرار میشه و به شدت پیدا میکنی. نمونه بارز و مشهور آن در کتاب خیراتیه آقا محمد علی کرمانشاهی، فرزند فقیه اصولی مشهور وحید بهبهانی است که با زبانی سخیف و الفاظی رکیک از عارفانی بزرگ همچون مولانا سخن میگوید و به انواع بدعت‌ها و زشتی‌ها متهم میکند. اینقدر در دوره قاجار این مسئله اینی که به اصطلاح اینها از دین خارج شدن مشهور بود که یه عده‌ای برای ثواب این کاری میکردن. یه رساله چاپ شده، یکی از طلاب در مکاتباتش با مرحوم میرزای قومی از میرزای قومی میپرسه که آیا لعن کردن کسانی مثل ابن عربی و مولوی رو اجازه میدید که من لعن بکنم مثلا بعد از هر نماز تا یه ثوابی ببرم؟ میرزا خیلی رندانه جواب میده. در جواب میگه که اولا به سادگی نمیشه حکم قطعی بدیم که اینها شما اجازه دارید لعن بکنید یا نکنید. بعدی میپرسه که آیا شما به همه تکالیف شرعی خودت رفتار کردی که فقط همین یکی باقی مونده که باید ادا کنی؟ خیلی رندانه بهش جواب میده مرحوم میرزای قومی. در این رد و قبول عارفان که در اینجا بحث رو منحصر به مولانا میکنم، آنچه قابل توجه است این است که نکته بسیار جالب توجهی عنایت بفرمایید، علمای سنی مخالف تصوف عرفان مثل ابن تیمیه عارفان بزرگ مسلمان را به دلیل گرایش به مذهب شیعه
رافضی و خارج از سنت میدونند. ابن تیمیه همون دلایلی رو که تقریباً همون دلایلی رو که در رد عرفان داره در رد تشیع داره. این از یه طرف دیگه یه چیز دیگر رو نشون میده، ارتباط ماهوی و ذاتی میان عرفان و تشیع رو که با دقیقاً با یک دلیل، با یک سری دلایل، گروه دلایلش، حالا نمیگم عیناً ولی گروه دلایل کاملاً شبیه همه. خب رافضی هم به معنای دقیق رافضی رو اگه بخوایم، من به نظر من این کلمه هترودوکسی رو که در ادیان میارن دقیقاً میشه رافضی، یعنی کسی که از سنت خروج کرده، رفض از سنت. حالا بریم سراغ علمای شیعه. علمای شیعه مخالف تصوف هم همین عارفان رو به اتهام سنی بودن منحرف از اسلام و بدعت‌گذار میدونند. یعنی دقیقاً هر دو گروه سنی، اونایی که مخالف سنی هایی که مخالف تصوف هم میگن این عرفا شیعن، رافضیان، خارج شدن از اسلام. علمای شیعه که مخالف تصوف هم میگن این عرفا سنیان، دلیل میارن خارج شدن از اسلام. هر دو خروج به دلیل این هست که این میگه اون اعتقاداتو داره، اون میگه این اعتقادات این طرف رو داره. علمای اخیر شیعه مطالبی از قبیله اونایی که در مورد مولانا مثلا میگن، من اینا جمع کردم، از تمجید مولانا از 3 خلیفه اول، اشعار مولانا در مثنوی در شماتت برگزار کنندگان مراسم سوگواری امام حسین در حلب که واقعا نفهمیه، که اصلا نفهمیدن مولانا این داره چی میگه در مورد عزاداران امام حسین در حلب، میگن داره مسخره میکنه. اشعار وی که دفاع از سنی بودن میکنه، که من این اشعار حالا متمرکز میشم، مولانا و عقایدی مثل جبر را که مشابه به عقاید اشاعره در کلام اسلامی است به عنوان مثال ذکر میکنن. میگن اینها دلایلی است که به اصطلاح نشون میده که مولانا سنی بوده. خب متاسفانه این وسط چند نفر از بزرگان ما هم هستن که من این نظر را آوردن، نه به متفق میکنه. این بزرگانی که ذکر میکنم غرض و مرضی در این قضیه ندارن، مثل اونایی که میخوان به اصطلاح بگن اینا سنی ان برای اینکه ردشون کنن. متاسفانه مثلا مرحوم مطهری هم مولانا رو اشعری میدونه و جای بسیار تعجبی است، حتی از منظر معاصرین خود مرحوم مطهری. ایشون میگه که مولانا محمد رومی صاحب کتاب مثنوی نیست، به نوبه خود اشعری مذهب است. اما یه نکته‌ای رو میگه که گویی تردید داره، دنبالش میگه ولی عرفان عمیق او به همه مسائل رنگ دیگری داده. یعنی تردید داره میکنه، در اشعریت صرف نیستش. مرحوم استاد زرینکوب هم مولانا رو بیشتر ماتوریدی مذهبی است، نزدیک به اشاعره، نه معتزلی هستن نه اشعری، ولی نزدیک هستن به اشعری، میگه ماتوریدی هستن. مخالفان اهل سنت نیز مولانا را در مسائلی اعتقادی مثل قبول ولایت به معنای عرفانیش، تفسیر دین به عشق، اموری مثل زیارت و شفاعت، میگه اینها همه رافضی هستند. خب به هر تقدیر همانطور که ذکر شد، در این ردیه ها و اتهام عارفان به خروج از دین و بدعت ابتدا باید تعیین شود که ملاک سنت چیست و چه کسانی به واقع اهل سنت هستند. و به این مسئله نیز دقت شود که اصولاً وسعت نظر، این نکته است که ازش ما فراموش میکنیم، هیچ دینی به اندازه اسلام وسعت نظر نداشته که الان اینطور تعیین نظرانه دارن بهش نگاه میکنن. هیچ دینی نتونسته، شما نمیبینید مسیحیت وارد هندویسم بشه، هندو رو مسلمان بکنه، هندو رو مسیحی بکنه، واردش بشه، نه اینی که تغییر دین بده. شما میبینید چجوری اسلام وارد هندویسم شده، چجوری یک کتابی نوشته آقای دکتر چیتیک و خانومشون که اسلام چجوری وارد چین شده. اونجا شرح میدن که اسلام از طریق لوایح جامی، از طریق لمعات فخرالدین عراقی وارد چین شده. ترجمه کامل قرآن به زبان چینی در چند دهه اخیر انجام شده. اونا لمعات رو کتاب دینی اسلامی میدونستن. هیچ دینی به اندازه اسلام این وسعت گشایش، این وسعت بینی و گشایش در نظر رو نداشته. ولی خب حالا به همین دلیل هم هست که هیچ نهاد رسمی نبوده که تعیین بکنه بگه آقا شما بیرون رفتید از دین، شما بدعت گذارید. نبوده هیچ وقت، مثل کلیسا در مسیحیت. اسلام هیچگاه اجازه نداده که یک نهاد رسمی دینی مثل کلیسا در مسیحیت به عنوان مرجع تشخیص سنی، یعنی اهل سنت بودن به معنای دقیق لفظ،
تشکیل شود و حکم به تکفیر یا بدعت دیگران دهد. گویی این تنوع اندیشه ها تا آنجا که مخل اصول تعالیم اسلام نیست، بر اساس حدیث اختلاف امتی رحمه که مولانا هم در مثنوی تفسیر میکنه، رحمتی است واسطه از جانب حق. خب اینجا پاسخ عارفان چیه؟ نفرمایید این جلسه مولانا رو چیکارش دارید میکنید؟ میرسم صبر بفرمایید. آقای دکتر هر موقع زیاد شد بفرمایید. من اول نظر اون چیزی که تو تاریخ عرفان پاسخ داده شده به اینی که شما بدعت گذارید و سنی به معنای تابع سنت رسول الله نیستید، اونا رو میگم، بعد میام به نظر خاص مولانا. عارفان مسلمان در پاسخ به مخالفان که آنها را متهم به خروج از سنت و ورود به بدعت میکنن این است که اولا در تعریف سنت نبوی گفته شده که عبارت است از قول و فعل و تقریر پیامبر. این تعریفی است که مرسوم هم فقها همه تقریبا سر این مسئله متفق قولند. اما آنچه معمولا مورد توجه و تذکر مخالفان است، سنت نبوی فقط از حیث ظاهر و احکام فقهی است. یعنی در واقع شما اگر نگاه بکنید وقتی که تعریف میکنن سنت پیامبر رو به عنوان یکی از منابع اجتهاد و تفقه در اسلام، فقط از حیث ظاهری توجه دارن، حالان که سنت نبی دو شأن ظاهری و باطنی دارد. شأن ظاهری در ظاهر دیده میشه و به اصطلاح ظهور عوام فهم داره، ولی شأن باطنی ایشان معمولا که مجانب برخی فقها مورد غفلت قرار گرفته، اون شأنی که عرفا دارن بهش تاکید میکنن. چرا؟ چون میگن که اون شأن رو فقط خواص و اهل باطن استعداد فهم و پیروی ازش دارن. در واقع خروج از سنت از منظر عرفانی عدم قبول و عدم پرداختن به این شأنه. یعنی از منظر عرفا میگویند شما که به این شأن ساحت معنوی پیامبر سنت رسول الله توجه ندارید، شما خارج دارید میشید از سنت، یا نه حالا نگیم خروج، دارید سنت رو مضیقش میکنید، تنگش میکنید، محدودش میکنید به صرف احکام ظاهری شریعت. گویی پیامبر فقط یه فقیه بوده. در واقع چنان که در رساله لمعه از قدیمی ترین رساله ها در عرفان هست، از اینطور گفته از پیامبر و سیره ایشان، اینطور میگه صاحب کتاب، میگه استنباطات مختلف وجود داره. یه بابی داره در کتاب لمعه درباره مستنبطات صوفیه، یعنی اینی که استنباط دیگران از سنت چیه، مثلا استنباط ما چیه، ما چی میگیم. چجوری؟ یکی پیامبر اسلام رو فقط در حد انما انا بشر مثلکم در سوره شریفه فصلت میبینه. خب یه کسی دیگه میگه که پیامبر میاد یه پله بالاتر، رسولی میدانه متخلق که به عنوان کسی که به واسطه ملک وحی به او وحی میشده و حافظ و ابلاغ کننده احکام الهی است و این احکام نحوه رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی و متنعم شدن به نعمت‌های بهشتی رو نشون میده. پیامبر اینه. این اون چیزیست که تو کلام اسلامی ببینیم. اصلا تعریف رسول پیامبر در کلام اسلامی با تعریف عرفا کاملا فرق میکنه. نه اینی که تعریف عرفا اون رو قبول نداشته باشه، میگه این دون شأن نبیه که فقط شما اینطوری سخن بگید راجع به نبی، که گویی فقط یه ضبط صوتی است پیامبر که یک چیزایی به پیامبر وحی میشده، ایشون ضبط میکرده بعد پخش میکرده. سومی هم پیامبر اسلام رو رسول و ولی میدونه آسمانی، در آن حد که مولانا دربارش میگه پس محمد 100 قیامت بود نقد. یه همچین مصرعی رو شما در هیچ نزد هیچ متکلمی پیدا نمی‌کنی، چون تصورشون از پیامبر اصلا اینطور نیست. زان که حل شد در فنای حل و عقل، زاده ثانی است احمد در جهان، 100 قیامت بود او اندر عیان. در دفتر ششم مثنوی میگه. این تلقی، این به اصطلاح صاحب لمعه استنباطی که دارن عرفا از پیامبر اصلا قابل مقایسه نیست. توصیف و مدح و ستایشی که مولانا در مثنوی از پیامبر میکنه به هیچ وجه با آنچه در سیره های نبی مثل سیره ابن هشام آمده اصلا قابل قیاس نیستش. شما از پیامبری که در سیره ابن هشام به عنوان قدیمی ترین سیره ها پیدا میکنین، این پیامبر
بیشتر از جنگجویی و به اصطلاح زندگی ظاهری و نمیدونم توطئه ها رو بشناسه و خب گاهی اوقات هم وحی میشدی، چیز دیگه پیدا نمی‌کنی. سیره های غیر عرفانی پیامبر معمولاً از وجهه ولوی و معنوی پیامبر چیزی نمیگن، ایشون رو منحصر به انا بشرون مثلکم میکنن. و نکته جالب، حالا اینم نکته است که یکی از این مستشرقای آلمانی میگفتش، اون آقای فان اس میگفتش که چون اعراب اهل جنگجویی و خشونت هستند و اساساً جنگجویی رو خیلی ممدوح میدونن، بیشتر تعریف پیامبر بیشتر سعی کردن نشون بدن پیامبر یک قاضی به معنای جنگجوی، اینجوری پیامبر رو توصیف بکنن. نهایتش هم همونی میشه که در مسیحیان از قرون وسطی تا کنون ایشان را صرفاً فردی جنگجو و اهل دنیا و تجارت و ثروت و کامجویی از زنان توصیف میکنن. خب نکته دومی که عرفا میگن در مورد سنت و اینی که سنت واقعاً چیه این هستش که میگن اون چیزی که مربوط به احکام و آداب ظاهری صوفی است که شما میگید خلاف سنته، مثل نمیدونم سما، مثل خانقاه، مثل چیزایی که گفته شده، اینها اگر مغایر سنت نباشه بدعت نه به معنای مذموم بلکه بدعت به معنای ممدوحه. ما در تعریف بدعت داریم که یه بدعت مذموم داریم، یه بدعت ممدوح داریم. بدعت مذمومه که چون خلاف سنت مورد قبول نیست، وگرنه اگه بدعت ممدوح نبود صاحب کتاب مصباح الهدایه عزالدین محبوب کاشانی میگه اگه اصلا بدعت ممدوح نبودش ما در صدر اسلام متوقف میشدیم. همین نحوه مطالعات حوزوی که روحانیان کار میکنن، خب این که نبوده در صدر اسلام. همون چیزی که اهل سنت به شیعه اعتراض میکنن، میگن شما کجا حسینیه داشتین؟ ما مسجد داشتیم. خب اینا که نمیتونیم ما بگیم که نه در زمان پیامبرم که بوده، ما میگیم اینا بدعت ممدوحه. ما که میگیم یعنی به اصطلاح اهل عرفان گفتن، میگن اگر مغایر سنت نباشه بدعت نه به معنای مذموم بلکه بدعت به معنای ممدوحشه. مشایخ تصوف از این بدعت ممدوح با عنوانی مثل مستحسنات، این تعبیر مستحسنات رو عزالدین محمود کاشانی در کتاب مصباح الهدایه به کار برده، یا مستنبطات چنان که صاحب لمعه میگه، یا تعبیر خیلی زیبای ابن عربی میگه دین عند الخلق. ابن عربی در کتاب فصوص فصل حکمت روحیه فی کلمت یعقوبیه میگه دین دو قسمه، دین نزد خدا، دین عند الله، و نزد کسی که خداوند به او معرفت داده و یا کسی که او به دیگری این معرفت رو منتقل کرده. یه دین دیگه دارین، دین نزد خلق که خداوند اون رو معتبر دانسته. او مستحسنات صوفیه را از زمره دین نزد خلق می آورد که مثالی هم که میزنه رهبانیت در آیه شریفه رهبانیتا ابتدعوها ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله. میگه این بدعته، اما خداوند اون چنان که خداوند میگه ما این رو بر مسیحیان تشریع نکرده بودیم، ولی چون راهبان مسیحیان رو برای جلب رضایت الهی ابتدا با این ابتدا کردن، خدا هم اون رو پذیرفته. از این جهت هستش که به این دین عند الخلق در واقع بست اسلامه. تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی همینه، یعنی در واقع به بدعت‌های ممدوح. اگر اینطور نبود که ما نه معماری اسلامی داشتیم، نه هنر اسلامی داشتیم، نه فلسفه داشتیم، نه کلام داشتیم، نه هیچ کدوم از اینا نبودش. اینا که در صدر اسلام که نبوده. صدر اسلام کجا معماری اسلامی شما دارید؟ شما یه مسجد قبا دارین که سرپناهه، شأن معماری نداره، شأن زیبایی شناسی نداره. خب اما نکته جالبی که بهش توجه کردم که ابن عربی میاره راجع به این قضیه اینه، میگن که بنابر اصولی که فقها میگن مثل اصالت البراءه، اصالت حلیت، اصالت طهارت، هر چیزی حلال و درست و پاکه مگر آنکه خلاف آن یعنی مخالفتش با سنت اثبات بشه. عنایت بفرمایید، میگن مگر اینکه مخالفتش با سنت اثبات بشه، نه اینکه الزاماً در سنت مؤید یا شاهدی بر اثباتش پیدا بشه. این که مخالف سنت نیست کافیه، دیگه نیازی نیست بگردید ببینید پیامبر راجع به معماری مسجد چی گفته، چون بنابر اصل براءت
همه چیز درسته مگر اینکه خلافش ثابت بشه. اینو ابن عربی میگه. ابن عربی میگه کل علم حقیقت لا حکم للشریعه فیه بالرد فهو صحیح. هر حکم حقیقی که، هر علم حقیقی که دیدید حکمی در شریعت در خلاف رد نکرده درش، صحیح، باید قبولش بکنیم. اما اینها در مورد آداب و به اصطلاح مستحسنات صوفیه است که مخالفان به آن عنوان بدعت دادند. ولی هیچ یک از این امور به اصطلاح فلاسفه ذاتی عرفان نیست. نه خانقاه، نه سما، نه هیچ کدوم ذاتی عرفان نیست که به دلیل اونها ما بگیم که عرفان خلاف سنت رسول الله هستش. اون چی که اصل تصوف و به اصطلاح همواره و همه جا از ارکان و اصول آن محسوب میشه، توجه به بعد ولوی به معنای عرفانیش، یعنی بعد معنوی یا طریقتی سنت نبوی است، نه امور عارضی و فرعی مثل خرقه پوشیدن و دیگر امور. تأکید و ارجاع عارفان به ثلاثی مشهور شریعت و طریقت و حقیقت در سنت نبوی از این باب است. این قولی که در عرفا می‌بینید، در مثنوی کرارن می‌بینید به صورت‌های مختلف بهش تأکید میشه، شریعت و طریقت و حقیقت، دقیقاً به همین دلیله. بر اساس تعریف عرفانی هر یک از این ادیان بر اساس تعریف عرفانی هر یک از ادیان 3 بعد یا 3 جنبه یا 3 لایه در خود داره، البته با تاکیدهای متفاوت. در یهود شریعت بر طریقت غلبه داره، این است که ملاک سنی بودن صحیح العمل بودنه. در مسیحیت طریقت بر شریعت غلبه داره، لذا ملاک سنی بودن صحیح الاعتقاد بودنه. در دین اسلام تعادل میان این 2 جنبه وجود داره، یعنی جمع میان شریعت و طریقت شده. ولی اون چی که عملاً در تاریخ اسلام رخ داده، غلبه شریعت بر طریقت و به عبارت دیگه فقه بر عرفانه. اینجاست که عارفان مسلمان سهم احیا کننده سنت معنوی نبی، یعنی جنبه باطنی اسلام رو داشتن. اگر کتاب احیاء علوم دین غزالی به خصوص مقدمه‌اش رو نگاه کنید، چجوری داره غزالی تلاش میکنه که این احیا رو نشون بده، احیای سنت معنوی رسول. در اینجا میپردازم، دیگه وارد مولانا میشم. به نظرگاه‌های خاص مولانا با این مقدماتی که عرض کردم با ارجاع به مثنوی مولوی میپردازم. یکی از موضوعهای اصلی و شاید به نظر من اصلی ترین موضوع در مثنوی همین تذکر و تجدید سنت معنوی رسول الله که به عبارات و اصطلاحات و الفاظ متفاوتی به تناسب داستان و مطلب مولانا به کار برده. تعابیری مثل صورت و معنا، ظاهر و باطن، قشر و لب، پوست و مغز، شریعت و طریقت که به کرات و دفعات در مثنوی به کار برده شده، حاکی از همین توجهه. میدونیم ما در اول دفتر پنجم مثنوی مولانا خودش با تعاریف مفاهیم شریعت و طریقت و حقیقت آغاز میکنه. میگوید نقل قول مستقیم این مجلد 5 است از دفترهای مثنوی و تبیان معنوی در بیان آن که شریعت همچون شمع است ره می نماید، ولی با وجود شمع راه رفته نمی شود و بدون آن نیز راه رفته نمی شود و با آن که شمع به دست نیاوری راه رفته نشود، ولی آنکه شمع به دست آوری، نمیدونم دارم اشتباه میخونم، به هر حال، و چون در ره آمدی آن رفتن تو طریقت است و چون رسیدی به مقصود آن حقیقت است. مثال های مختلف دیگه میاره در فرق بین اینها، فرق بین شریعت و طریقت. و اون چیزی که به اصطلاح مهم هستش در این مثال ها اینه که دینداری مولانا و فهم او از سنت نبوی مانند دیگر عارفان مسلمان در مثلث شریعت و طریقت و حقیقته. این نوع دینداری و سنت فهمی مختص عارفانه که عامل به شریعت، سالک طریقت و در تمنای وصول به حقیقت هستند. اما نکته‌ای که وجود داره این که این ستا در عرض هم نیستند، در طول هم واقع شدن. به عبارت دیگه در سیر از پایین به بالا، یعنی به اصطلاح عرفانی از منظر سفر از خلق به حق اگه نگاه کنیم، اول شریعت در مقام صورت و ظاهر، دوم طریقت در مقام باطن و معنی و سوم حقیقتی که باطن طریقت و معنی آن است. من این عبارت مولانا رو که میگه مثنوی اصول دینه همینجور تفسیر میکنم.
که اصول اولش شریعته، اصولش طریقته و اصول حقیقت داره اشاره میکنه به مولانا. و چون در واقع مثنویشو شرح و بیان این سه ساحت میدونه. نکته مهم اینه که این سه ساحت یا سه جنبه سنت نبوی اصولاً هیچگاه از هم جدا نمیتواند باشد. شریعت ظهور باطن یعنی طریقته و باطن ظهور باطنه. مولانا در کل مثنوی در ضمن حکایت‌های متعدد به این نکته مهم اشاره کرده و متشرعان غافل از طریقت و صوفی نمایان غافل از حقیقت و بالاخره کسانی که خود را واصل به حقیقت میپندارند متنبه میسازه. پس عارف نمیتواند ابتدا عابد در مقام شریعت و زاهد در مقام طریقت نباشه مگر آنکه مجذوب صرف باشه که به قول مولانا دو سه بار این تعبیر رو به کار میبره، نادر است و که درباره چنین کسی هم نمیشه حکمی کرد. خود مولانا هم این مراحل رو طی کرده در اون رباعی مشهوری که میگه زاهد بودم ترانه‌گویم کردی، سرفتنه بزم و بادجویم کردی، سجاده نشین باوقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. اشاره به همین داره. شاید اون بیت دیگه حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم پخته شدم سوختم، اشاره به همین باشه. یعنی مراحل سلوک خودش از خامی تا پختگی، از پختگی تا سوختگی. بخوایم بر اساس این ثلاثی بگیم، از مولانای خام متشرع عابد تا مولانای پخته اهل طریقت، مولانایی که در سلوک معنوی ابتدا تحت تربیت پدرش سلطان العلماء بهاءالدین ولده و بعد تحت تربیت برهان‌الدین محقق ترمذی، تا مولانایی که در مقام حقیقت به شمس رسیده و سوخته. این خطاست که خیال کنیم مولانا بدون طی مراتب اولیه شریعت و طریقت به یک باره با عارفی عاشق مبدل شده باشه، که حالا من مثال هایی زدم که دیگه نمیخونم برای اینی که وقت گرفته میشه. خب اما باز از این نکته به نظر من مهمتر نکته دیگه است که میخوام الان عرض بکنم و اونم این هستش که مولانا به جز تأکید بر این سه جنبه‌ای که عرض کردم که میگه اساساً این سه جنبه است که اصل سنت نبویه، نکته دیگه‌ای داره در تعریف سنی و اینی که سنی کی هستش. مولانا در مثنوی در احیای سنت معنوی رسول از یک طرف علمای ظاهر پرست رو مخاطب قرار میده و میکوشه اونها رو متوجه اسرار و لطایف و حکمت‌های دین کنه تا از ظاهر به باطن و از صورت به معنی راه پیدا بکنن. از طرف دیگه نشون میده که متکلمان با فهم ضعیف و عقل رکیک، اینا تعابیر خود مولاناست، فهم ضعیف و عقل رکیک خود، نمیتوانند راهی به اصول اعتقادی دین که فهم آنها موکول به حصول معرفت تحقیقی و نه تقلیدی است بیابند. فیلسوفان را هم که در بند معقولات دون هستند و حد عقل خودشون رو نمیشناسند و متوجه مرتبه بالاتر عقل خود یعنی عقل نیستن، هیچ اینه که میگن مولانا به اصطلاح خلاف عقل، اصلا مباحثش عقلی نیست، ضد عقل، کاملا در اشتباه هستند. مولانا بیش از 20 و چند عنوان در عقل، هیچ کسی، هیچ عارف به اندازه مولانا به عقل صفت نداده. عقل دوراندیش، عقل کارافزا، عقل جزئی، عقل کلی، عقل معاش، عقل معاد، عقل چی. خب نشون میده اهمیت داره برای مولانا عقل. اما از نظر مولانا عقل متکلم، عقل فیلسوف، عقل عارف، اینا با هم فرق میکنه. به یکی میگه عقل، به یکی میگه عقل، به یکی میگه عقلند اولیا. خب اینا همه میگه عقلند، میتونست یه اصطلاح دیگر رو به کار ببره. خب عقلت مغز و عقل توست پوست، معده حیوان همیشه پوست جوست. خب این داره به متکلمان میگه، داره عقل رو تمجید میکنه، منتها میگه چه عقلی. من اینجا به 3 مسئله اشاره میکنم که مولانا در مثنوی دقیقاً
اون حقیقت سنت و سنی بودن به معنای عمیقش رو ذکر میکنه. این سه تا مسئله ظاهرا سه تا مسئله کلامیه، اما از منظر مولانا متکلمین اون مسائلی رو که بهش میگن کلامی در واقع خرابش کردن، به سطح پایین عقل آوردن، لذا هم خودشون رو گیج کردن هم مخاطبینشون رو. مسئله اول مسئله جبر و اختیاره که میدونیم بیش از سایر مسائل اعتقادی مولانا درباره‌اش در مثنوی به انواع مختلف بحث کرده. در طی حدود 2000 بیت به خصوص در دفتر اول و پنجم مثنوی این مسئله رو مولانا دنبال کرده. مفسران مثنوی با استناد به ابیاتی از مولانا گروهی اندک وی را معتزلی میدونن در این بحث، گروهی زیاد با استناد به ابیاتی دیگر وی را اشعری و همونطور که عرض کردم یه عده میگن که ماتوریدیه. حتی یه عده دیگه میگن مولانا پریشان گویی داره میکنه، معلوم نیست چی داره میگه. همشون هم به ابیاتی از مثنوی استشهاد میکنن، درست مثل خود متکلمان. شما مباحث متکلمان رو ببینین، هر یک چه معتزلی چه اشعری در اثبات مدعای خویش به آیاتی از قرآن مجید استناد میکنه، آیاتی رو که اون گروه مختلف بهش استناد کردن اون وقت میاد تعویل میکنه، میگه بله این آیه دلیل این هست که قول من صادقه، اونی که تو از قرآن نقل میکنی تعویلش اینه، منظور اون نبوده. که مولانا به شدت با این تعویل ها مخالفه، میگه خیش را تعویل کن نی ذکر را، مراد از ذکر قرآنه. حالا اینکه اساساً از منظر مولانا این مسئله جبر و اختیار در حد و مرتبه عقل سطحی متکلمان اصولاً قابل طرح و حل نیست. چرا؟ چون این مسئله به تفاوت احوال سالکان و نگرشی که در اون حال و جایگاه نسبت به حق دارن قابل فهمه. هرگاه انسان توجه به خود و تدبیر و اندیشه خود داشته باشد قائل به اختیار میشه، هرگاه که محو اونه حواسش نیست اصلا به خودش قائل به جبر میشه. این است که به قول مولانا در مقام خرد جمعی به اصطلاح غربی ها کن کامان سنس، رسوایی قائلان به جبر عیان‌تره، یعنی ظاهراً اختیاره، یعنی قول معتزله. ولی مولانا اگر نگاه بکنید این رد میکنه قول معتزله رو، ولی قول اشاعره هم تایید نمیکنه. این که نه اینو تایید میکنه نه اونو، مثل دیالوگای افلاطون میمونه، اقوال مختلفی طرح میشه، این گفته میشه سقراط ردش میکنه میگه نه این اینجوری نیست، میره یه پله بالاتر، دوباره میگه نه اونم این مشکلاتو داره، میره یه پله بالاتر. این به این معنی نیستش که هر کدوم از اونها رو قبول کرده، هیچ کدومشون رو به اصطلاح رسما تایید نمیکنه، چون اساسا طرح مسئله رو به صورت متکلمان غلط میدونه، طرح مسئله رو غلط میدونه. خب نگاه کنین، حالا اینجا میبینید سنت رو تعریف میکنه. در دفتر پنجم مثنوی نظر اهل سنت درباره جبر و اختیار رو میگه. من نظرش رو میخونم و شما به من بگین کدوم اهل سنتی همچین حرفی رو زده. ابیات 2962 عنوانش اینه: جواب گفتن مؤمن سنی کافر جبری را و در اثبات اختیار بنده دلیل گفتن. سنت راهی باشد کوفته اقدام انبیا علیهم السلام، بر یمین آن راه بیابان جبر که خود را اختیار نبیند، و بر یسار آن راه بیابان قدر است که قدرت خالق را مغلوب قدرت حق داند. خب مولانا میگه نظر مؤمن سنی این هستش. خب ما میدونیم که سه نظر هست، نظر رسمی: معتزله، اشاعره، ماتوریدیه. بنابر اون چیزی مفسران میگن هیچ کدوم همچین حرفی رو نزدن. این همون چیزی هستش که به اصطلاح در روایات ما تحت عنوان لا جبر ولا تفویض والامر بین ذالک اومده. اون داره اونو میگه مولانا. و چرا میگه اهل سنت این حرفو دارن میزنن؟ مولانا داره سنت رو اینجا نه به معنای فرقه‌ای، بلکه میگه اونی که تابع سنت حقیقی رسول الله هست در بعد معنویش درباره جبر و اختیار نظرش اینه، نه سنی به معنای فرقه‌ایش. و جالبه که در شرح مثنوی آنقروی در 2 جا اشاره شده به اینی که اهل سنت و جماعت زبان اعتقاد و زبان استعدادشان لا جبر ولا تفویض والامر بین ذالک است. در 2 جا این مطلب آورده، در حالی که هیچ متکلم اهل سنتی چنین چیزی رو نگفته. مرحوم استاد مطهری هم تو اون کتابش که به نظر من بهترین شرح معاصر مثنوی
همون کتاب مرحوم همایی هستش، میگوید که مولوی عقیده جبریه و مقابل آن اعتقاد قدریه و قول به تفویض را با دلایل عقلی و استحسانات خطابی ابطال نموده و در این موضوع عیناً مانند شیعه امامیه قضیه امر بین الامرین را اختیار کرده است، در حالی که ما میدونیم که هیچ نفر از اهل سنت چنین حرفی رو از متکلمانشون نزدن. چرا مولانا میگه نظر مؤمن سنی اینه؟ چنان که میبینیم مولانا صفت سنی رو صفت مؤمن میدونه و در مقابل آن تعبیر کافر جبری میاره. او در اینجا سنی رو نه به معنای مرسوم فرقه‌ای بلکه به معنای کسی که تابع سنت رسول الله هست میآورد. مولانا در دفتر سوم مثنوی ابیات 1501 به بعد نیز سنی را در مقابل جبری میاره. میگه هست سنی را یکی تسبیح خاص، هست جبری را ضد آن در مناس. سنی از تسبیح جبری بی خبر، جبری از تسبیح سنی بی اثر. مسئله دومی که باز مولانا سعی میکنه ساحت معنوی سنت رسول الله رو احیا کنه مسئله رؤیت خداست. این ما میدونیم از موضوعات اصلی عرفانی در مثنوی. رؤیت خدا مقصد اعلای همه عارفان، چه مسلمان در غیر ادیان دیگه هم مسئله رؤیت خدا مهمترین مسائله و چه غیر مسلمان هست. به طور اجمالی در تاریخ اسلام متکلمان اشعری و معتزلی که رؤیت رو منحصر به چشم جسمانی یا حسی کردن آن را نفی کردند، با این تفاوت که معتزله رؤیت حق رو در دنیا و آخرت هر دو محال میدونه، ولی اشاعره اجمالاً در دنیا محال ولی در آخرت ممکن میدونن و عقلاً و سمعاً آن را اثبات میکنن. مثل مسئله جبر و اختیار هم هر کدومشون به آیاتی از قرآن در تایید مدعای خودشون استناد میکنن. اما در مثنوی، در سنت معنوی رسول الله، چنان که مولانا میگه اساساً مسئله دیدن چشم ظاهری نیست، مسئله دیدن چشم دله. اصلا مسئله چشم ظاهری مطرح نیست تو این قضیه. میگه متکلمان غلط کردن، اینطور میگن و فقط مسئله رو با چشم دل میسر میدونه دیگه. دنیا و آخرت هم نداره، کسی که چشم دلش باز شد هم اینجا میبینه. اینجا هم مولانا سنی رو یا به معنای تابع سنت معنوی پیامبر میدونه و کسی میدونه که از مرتبه حس بیرون شده و دیده دل یافته. ببینید این تعاریف از سنی بودن فرق میکنه با اون چیزی که ما الان به صورت مرسوم میدونیم. در دفتر دوم مثنوی ابیات 61 به بعد میگه چشم حس را هست مذهب اعتزال، دیده عقل است سنی در وصال، سخره حسند اهل اعتزال، خیش را سنی نماید از زلال. میگه یک کسی که قائل نیستش به رؤیت و خیال میکنه رؤیت فقط به چشم ظاهری هستش، سنی نیستش که. خب ما میدونیم که معتزله که این حرف زدن سنی بودن. اینجا سنی رو نمیاره به اون معنای فرقه‌ایش. هر که در حس ماند او معتزلی است، گرچه گوید سنیم از جاهلی است. بی خود میگه متکلم سنی که من سنیم، جاهله. هر که بیرون شد ز حس او سنی است. اینا بفرمایید، هر که بیرون شد ز حس او سنی است، اهل بینش چشم حس خیش بست. در موضوع رؤیت هم ما باز از ائمه شیعه احادیث بسیاری در اصول کافی میتونید ببینید در ابطال رؤیت جسمانی داریم که خب اینجا شربیه نظر معتزله است. اما اون چیزی که حتی متکلمین شیعه هم بهش نپرداختن، رؤیت به دل. کلی روایت داریم ما در اصول کافی که رؤیت به چشم دل میسره، از حضرت علی، از حضرت امام صادق، کلی روایت نقل شده که هیچ متکلمان شیعه معمولاً به اشاره بهش نمیکنن. باز اینجا آن قروی میادش مثل مولانا سنت رو معنی میکنه. در شرح خودش بر مثنوی میگه که کتاب و سنت بر رؤیت حق دلالت و شهادت دارد، در حالی که آنان که آن آیات و اخباری را که در کتاب و سنت بر رؤیت حق دلالت میکند، آنان که میگه متکلمان، همه را تعویل نموده و رؤیت حق را انکار میکنند. تو شروح مثنوی من یه 4-5 دقیقه دیگه تموم کنم. خستم شدید ببخشید. نه خواهش. من دور که برمیدارم دیگه متوجه خط کسالت دیگران نمیشم. خیلی عالی است. در شرح مثنوی ولی محمد اکبرآبادی هم اونم جالبه، میگه اهل سنت که صوفیه باشن قائل به رؤیتند مطلقاً. ببینید اهل سنت که صوفیه باشن یعنی چی؟ یعنی میگه که چون این نامتوجه به
به بعد معنوی سنت رسول الله هستن اهل سنت واقعی اونان. اینها قائل به رؤیتن مطلقاً، این قید مطلقاًش هم آورده دیگه، تاکید داره میکنه. و جالبه که نیکلسون هم تو تعلیقات خودش بر مثنوی همینو میگه، در ذیل همین بیت میگه که یکی از آزمونهای حقیقی سنی بودن یا ارتدوکس بودن نزد مولوی استعداد رؤیت معنوی با چشم دل است. اینا ملاک‌های سنی بودن در مثنوی است. مورد دیگه ای که مولانا سنی رو نه به معنای مصطلح فرقه‌ای آن و بلکه به معنای تابع سنت معنوی پیامبر به کار میبره در مسئله اختلاف عقوله. ما میدونیم که معتزلی از متکلمین اهل سنت معتقدن که عقل به تساوی میان انسانها تقسیم شده. هیچ قولی شبیه به نظر دکارت که البته با هم مبانیشون کاملا فرق میکنه. مولانا در دفتر سوم ابیات 1540 به بعد در یک فصلی تحت عنوان عقول خلق متفاوت است در اصل فطرت و نزد معتزله متساوی است، تفاوت عقول از تحصیل علم است. اونجا میگه که اختلاف عقلها در اصل بود، بر وفاق سنیان باید شنود، برخلاف قول اهل اعتزال که عقول از اصل دارد اعتدال. داره میگه که این اصلا به قول سنیان این نیست، در حالی که خب معتزله سنیه، در واقع سنی رو داره داز به همون معنا به کار میبره. اینی که مولانا داره میگه این تازه نیست، اساسا واژه سنی به این معنای سنت نبوی رسول الله در متون عرفانی سابقه داره، چون اصولا عارفان حقیقت سنت نبوی رو همین اصول دینی میدونن. در تذکرة الاولیاء عطار میاد سنی رو به پاک اعتقاد بودن تعریف میکنه. میتونید پاک اعتقادی رو دقیقاً ترجمه ارتدوکسی بیارید. همین معنا از سنی بودن رو شاه نعمت الله ولی در اشعارش به کار برده. در اون دیوانش خطاب به شیعه‌ای که حقیقت عرفانی تشیع رو فراموش کردن میگه ای که هستی محب آل علی، مؤمن کاملی و بی بدلی، ره سنی گزین که مذهب ماست، ورنه گمگشته ای و در خللی. خب پس چرا میاد به محب آل علی میگه که تو مؤمن کاملی بی بدلی، بعد بیا سنی بشو؟ نه، میگه تو که غافل شدی به شیعه رسمی داره میگه از اون سنت نبوی بیا راه سنی رو بگزین. کدوم راه سنی؟ رجوع به سنت نبوی سنت معنوی پیامبر. در جای دیگه شاه نعمت الله میگه که رافضی نیستم ولی هستم مؤمن پاک و خصم معتزلی، مذهب جد خیش، جدش رسول الله، دارم بعد از او پیرو علی ولی. میگه من پیرو علی ولیم، سنیم به خاطر اینکه مذهب جد خودم رسول الله دارم. حالا بیاید شما سنی بشید. پس برای چی داره این حرف رو میزنه؟ من در میان شارحان معاصر مثنوی به جز مرحوم استاد همایی کسی رو ندیدم که به این معنای دقیق سنی بودن توجه کرده باشه. حتی مرحوم استاد شهیدی هم در شرح خودش بر مثنوی میگه که منظور مولوی از سنی بودن در اینجا معلوم نیست، میگه مخدوشه، معلوم نیست نظرش چیه. اما آقای مرحوم همایی تأکید میکنه که مرادش از سنی بودن اینه. خب البته مولانا در مثنوی سنی بودن رو به معنای فقهی آن نیز به کار میبرد، این رو اشاره بکنم، ولی بیش از آن و پیش از آن مثل تمامی موارد مذکور مولانا سنی بودن رو به معنای تابع سنت نبوی و ولوی و صحیح الاعتقاد بودن میداند، نه سنی به معنای خاص فرقه‌ایش. خب اینجا مفسرین بعضی اینجوری گفتن که تصور مولانا از سنی بودن ضد معتزلی بودن. راست میگن، در یه دوره میگفتن که اشاعره رو میگفتن سنی در مقابل معتزلی که میگفتن اینا خارج شدن از سنت. برخی میگن مرادش اشعری بودنه. شیعیان هم برخیشون که مخالف مولانا به عنوان یه اتهام علیه مولانا همینو میگن. ملا طاهر قومی در کتاب تحفة الاخیار در دوره صفوی همین حرفو میزنه. اینها در واقع میخواهند با استناد به این اقوال مولانا را سنی اشعری معرفی کنند تا بتوانند طردش کنند، ولی باید توجه داشت که اولا معتزله و اشاعره یا حتی ماتریدیه همه از نظر فرقه‌ای سنی هستند، ثانیاً که این گروه از متکلمین هستند و علم کلام در روش مبتنی بر نقل و عقل جزئی است و معتزله و اشاعره و ماتریدیه به تفاوت درجات استناد به این دو منبع میکنند
ولی مولانا اساساً در فهم این مسائل از مقام عقل سخن میگه، نه از عقل متکلمان. از مقام معرفت قلبی سخن میگه که همه گروه‌های کلامی از معتزله و اشاعره و ماتریدیه منکر این معرفت هستند. چجوری میتونیم بگیم مولانا اشعری است یا ماتریدی است؟ مولانا این معرفت رو حتی نزد فقیهان بزرگ سنت، اهل سنت که متکی به نقل هستند نیاموخته و خودش میگه آن طرف که عشق می‌افزود در بوحنیفه شافعی درسی نکرد. در کتب اصلی روایت و حدیث اهل سنت بی صحیحین و حدیث و روات بلکه اندر مشرب آب حیات. خب این اون چیزی که داره میگه تحت عنوان سنت نبوی، میگه عشق را بوحنیفه درس نگفت، شافعی را در او روایت نیست، ما از سر عشق بیخبر است، حنبلی را در او درایت نیست. شخصش مهم نیست، اصلا میگه فهمشون اینا هیچ کدوم فهمی نیستش که راه پیدا کنن به سنت نبوی پیامبر. یا در مورد بزرگترین متکلم اشعری فخر رازی اندر این بحث خرد رهبین بودی، فخر رازی رازدان دین بودی، لیک چون من لم یذق لم یدر بود، عقل و تخیلات او حیرت فزود. حتی بزرگترین متکلم اشعری فخر رازی هم راه پیدا نمیکنه. خب و بعد نکته دیگه، اصلا متکلم اشعری که این میگن اشعری بوده در لطایف و حقایق دینی میگه من نمیفهمم. فرق میکنه با عارف که اساسا دنبال کسب فهمه، میگه من باید بفهمم. هیچ اشعری دنبال این نیستش که بگه که به اصطلاح معرفت و دانایی در دین باشه، استنادش به عقل برای اثبات اصول دین هست، ولی قائل نیستش به فهم و دانایی در دین. اصلا عرفانی که قائل به فهم دین هستش، فهم به معنای دقیق لفظش دارم عرض میکنم. خب نتیجه میخوام بگیرم، چنان که دیده شد مولانا حفظ سنت رو بیش از آن که در فقه و احکام ظاهری مهم بدونه و مثل قوم یهود صحیح العمل بودن یعنی ارتوپراکسی رو در نظر داشته باشه، به صحیح النظر بودن یعنی ارتودکسی توجه داره. از این روز که در مورد خود او و بسیاری دیگر از عارفان مثل عطار به قول مرحوم استاد فروزانفر اصلا نمیشه معلوم کرد که به کدام مذهب فقهی عمل میکرده. قول مشهور این هستش که حنفی بوده. مرحوم فروزانفر میگه گاهی هم خودش هم اجتهاد میکرده، ولی معلوم نیست. این که معلوم نیست چرا در این مسائل فقهی صراحتا نمیگه؟ برای این که اصل حقیقت سنت نبوی رو در قول به رؤیت میدونه، در قول به لا جبر ولا تفویض میدونه، در قول یعنی نظر صحیح داشتن رو سنی بودن میدونه. در اندیشه او یافتن نگرش صحیح به عالم و مبدأ عالمه که اساس سنت نبوی و سنی بودن است و اون چیزی که بدعت مخرب دینه کج نظری است نسبت به مبدأ هستی و هستی. اون چیزیه که ما اساسا فراموش کردیم. ما به محض اینکه وارد مباحث دینی میشیم میریم سراغ احکام فقهی. مسئله نظر فراموش شده. نظر یعنی اینی که من چگونه میبینم هستی و مبدأ هستی رو. ولی یافتن نظر صحیح نیز وقت میسر می شود که به قول مولانا سنت معنوی رسول فهمیده و حفظ شود. از استطاعت فقه و کلام به قول مولانا خارجه که بتونه به حقیقت لطایفی عمیق مثل رؤیت خدا جبر و اختیار پی ببره و در آن رسوخ کنه. و اگر کسی واقعا خود را سنی یا اهل سنت به معنای لغوی لفظ میدونه ولی متوجه این حقایق نیست، به قول مولانا میگه خیش را سنی نماید از زلال، گمراه خیال میکنه اهل سنته. نکته دیگه‌ای که از معنای سنت نتیجه گیری دارم عرض میکنم و تلقی مولانا از آن درک میشود این است که سنت نبوی گشایش در گشایشه. این اون نکته است که واقعا کسی که مثنوی میخونه تمام فتح به معنای گشایش، به معنای عرفانیشه، اصلا قبض نیست توش، فتح در فتح. اصولا مثنوی کتاب گشایش و فتوح است. به سبب همین گشایش است که عارفان مسلمان قلب‌های اقوام دیگران را فتح کردند. گشایشی که نبا شمشیر و قهر و غلبه بلکه بی شمشیر رخ داده.
مولانا در انتهای دفتر اول مثنوی، آنجا که ابیاتی بی‌نظیر در تمام ادبیات فارسی در وصف حضرت رسول حضرت علی می‌سراید، تعبیر زیبایی را درباره شمشیر لطف و رحمت آن حضرت به کار می‌برد و می‌گوید: بازگو دانم که این اسرار هوست، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. بی شمشیر منظورش این نیست که با شمشیر یعنی مثلا با هفتی با تفنگ، یعنی اینی که یعنی کشتن دیگری نه با قهر و غلبه، با مهر و لطف. بی شمشیر کشتن کار ولی کاملی چون علی است، چنان که مولانا میگه. کار عارفانی است مثل میرسید علی همدانی، داستان زندگیش رو بخونید که بی ساز و برگ جنگی قلوب هندوان را تسخیر کرد. کار مولاناست که این چنین بر دلهای جهانیان نشسته و آنها را تسخیر کرده است. درک معنای سنت در مثنوی، میخوام نتیجه گیری نهایی بکنم، خصوصا در زمان ما که گروهی از مسلمانان به نام اسلام و بازگشت به سنت نبوی، تعبیر سلفی که میگن یعنی منظور بازگشت به سنت نبیه، و احیای آن با جهانیان سر ستیز دارند و خیال میکنند به این طریق باعث گسترش اسلام میشوند، حائز اهمیته. نه سنت نبوی در آن محدوده تنگی که آنها از سنت به خیال خود دارند جای میگیره و نه میتوان بی فهم نظر که مقام حقیقت در دین است اسلام را درک کرد و دیگران را دعوت به آن کرد. یکی از بزرگان عرفای معاصر میگه تصوف چیزی نیست جز تصحیح خیال، تصحیح نظر. من واقعا تو این هفته اخیر هر بار که اخبار رادیو و تلویزیون نگاه میکنم مات میمونم. الجزیره نمیدونم چند نفر مسلمان چنین کردن، مالی چند نفر مسلمان کردن، سوریه چند نفر چی. اصلا آدم حیران میمونه. میگویی که جنگ اسلام است با جهان، گویی که جنگ اسلام است با جهان. خب غربی‌ها هم بعدشون نمیاد یه اسلام هراسی رو دارن رایج میکنن، ولی چقدر ما این امکان رو میدیم، شرایطش رو برای اسلام هراسی داریم مهیا میکنیم. گویی اسلام داره جهان رو دعوت میکنه به سنت رسول الله، بدون این کسانی که دعوت میکنن ذره‌ای به اون چیزی که حقیقت سنت نبوی معنوی رسول هستش واقف باشن. دعوت میکنن به چی؟ خیلی جالبه. همین آقایی که عرض کردم فان اس که کتابی نوشته به آلمانی راجع به صدر اسلام، میگه که فتوحات پیامبر در ابتدا اساساً مسلمانان راضی نبودن جای فتح بشه. یه دلیل اقتصادیش این بوده، برای اینی که اگر اقوام دیگه کتاب به اصطلاح حکومت اسلامی بودن اگه می اومدن مسلمان میشدن دیگه خراج نمیدادن، جزیه نمیدادن. اینا ما میگفتن بهتره که اینا مسلمان نشن. ولی ما با چه چیزی داریم؟ با چه چیزی میخوایم جهان رو به اصطلاح مسلمان کنیم؟ مولانا در آخرین دفتر مثنوی ابیاتی را در معنای خاتمیت پیامبر میآورد و میگوید برای رهرو حقیقت، فهم حقیقت راه و سنت خاتم پیغامبران است. در انتهای دفتر اول در وصف حضرت علی، در واقع اون بابی رو که تحت عنوان باب ولایت به معنای دقیق عرفانیشه باز میکنه. در آخر دفتر ششم در مورد خاتمیت پیامبر صحبت کنه. میدونیم که خیلی ها میگن که مولانا دفتر اولو که نوشت اصلا این کار رو تمام شده میدونست، بعدها مدتی این مثنوی تأخیر شد، بعدها بود که اومد بقیه رو نوشت. در انتهای دفتر ششم هستش ابیاتی رو میاره که من با خوندن اون ابیات عرایزم رو ختم میکنم. این ابیاتی رو که میخونم به دنبال ابیاتی بدین مضمون میاره که خداوند برای برخی بندگانش که اهل معنی دارم، اون عبارات اون اشعار رو دارم به زبان نثر برمیگردم، که اهل معنی هستند رزق معنوی قرار داده که دیگران که اهل آن معانی هستند نیستند محروم از این رزقند. او میگوید خداوند دریغی ندارد که دیگران نیز از این روزی بهره ببرند، ولی همانطور که تعبیر خودشه خرکاه دوست داره و از شیرینی بدش میاد، آنان نیز چنین هستند، نمیخوان از این خوان معنوی نعمت رسول الله بهره ببرند. این ابیات رو میگیره. معنی نختم علی افواههم آیه قرآن هست در سوره یاسین. امروز خط مهر میذاریم بر دهانهاشون. این شناست، این است رهرو را مهم، تازه راه خاتم پیغامبران، بو که برخیزد ز لب ختم گران. ختمهایی که انبیا بگذاشتن
آن به دین احمدی برداشتند. میگه تمام قفلا باز شد با دین احمدی، با راه نبی. قفل‌های ناگشاده مانده بود، از کف انا فتحنا برگشود. او شفیع است این جهان و آن جهان، این جهان زیدین و آنجا زی جنان. بعد من از وسطش میزنم. بازگشته از دم او هر دو باب، در دو عالم دعوت او مستجاب. بهر این خاتم شده است او که بجود، مثل او نبود و نی خواهند بود. چون در گشاد ختمها تو خاتمی، در جهان روح بخشان حاتمی. این عبارتشه که میخواستم بهش برسم. هست اشارات محمد المراد، کل گشاد اندر گشاد. میگن اشارات پیامبر، راه پیامبر که ختم کردش. هیچ یکی دیگر از ادیان این کار رو نتونستن بکنن، چون قفل‌های ناگشوده رو نتونستن باز بکنن. این گشایش بود. کل گشاد اندر گشاد. میگه راه پیامبر اینه. 100,000 آفرین بر جان او، بر قدوم و دور فرزندان او. آن خلیفه زادگان مقبلش، زادند از عنصر جان دلش. گر ز بغداد و هرا یا از ریند، بی مزاج آب و گل نسل ویند. شاخ گل هر جا که روید هم گل است، خم مل هر جا که جوشد هم مل است. گر ز مغرب برزند خورشید سر، عین خورشید است نه چیز دیگر. اینجا دیگه مولانا دعا میکنه عیب چینان را از این دم کور دار، هم به ستاری خود ای کردگار. گفت حق چشم خفاش بدخصال، بستم من ز آفتاب بی مثال. از نظرهای خفاش کم و کاست، انجم آن شمع نیز اندر خفاست. ببخشید سرتونم درد آورد. اگر سوالی هستش خیلی متشکر از استاد پازوکی. بحث درباره 2 کلمه بود، سنت و بدعت. گفتند، اشاره کردند که خیلی ها برای کوبیدن همدیگر، فرقه ها، نهله ها، آیاتی از قرآن به دست میگیرن و عده‌ای که میخوان مثنوی رو بکوبند از مثنوی مثال میاره. مثنوی 25676 بیت، گروهی بعضی ابیات رو در دفاع از اون و گروهی بعضی ابیات دیگر رو در حمله به اون. و این واقعا مولانا گاهی یعنی مثل کامپیوتر الان عمل کرده در زمان خودش. یعنی گاهی یه چیزهای سوالهای میکنید، میگه اون خب برای خانم‌های آقایون، میگه برای کدوم فصل؟ آدم من اینها رو در نظر نگرفته بودم. یعنی کامپیوتر خودش زیر مجموعه ها رو میشکافه. سعدی خیلی خوب گفته در این مورد که یکی جهود و مسلمان، چون از قباله ها و مسیحیان و مسلمان ها صحبت کرد، یکی جهود و مسلمان نزاع میکردن، چنان که خنده گرفت از حدیث ایشانم. به تیره گفت مسلمان گر این قباله من درست نیست، خدایا جهود میرانم. جهود گفت به تورات میخورم سوگند، وگر خلاف کنم همچو تو مسلمانم. گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد، به خود گمان نبرد هیچ کس که نادانم. کل حزب به ما لدیهم فرحون. همه میگن جنگ 72 ملت، ولی مولانا واقعا این شبهای جمعه، ببخشید من خیلی کوتاه عرض میکنم، شبهای جمعه یک کلیسایی بوده در راهی که مرام میگن، نزدیک مثل دربند و تهران. شبهای جمعه اونجا میرفته، یک اسقفی از قسطنطنیه اونجا آمده بوده. مطمئناً اون فارسی نمیدونسته، عربی هم نمیدونسته، ولی مولانا رومی یا یونانی میدانسته، میرفته اونجا بحث میکنه. خیلی چیزها رو مولانا مثل کامپیوتر، یعنی خودش گاهی میگه و این که از خوندن مثنوی نمیشه خسته شد. یکم با زبان مولانا آشنا باشید. این در 2 کلمه سنت
و بدعت آیه دکتر پازوکی فرمودن که این واقعا خیلی از این مصراها را حتی مولوی گاهی یک بیتش 2 مصرعه، هر مصرع به یه موضوع خاصی متوجه هست. اینها رو در کنار هم باید بگذارید و این مردی مثل فروزانفر میگه من نمیدونیم نظرش چیه، چون مولانا میگه خیلی چیزها رو سقراطی خودتون استنباط کنید. من معایب این را گفتم، محاسن اون را هم گفتم. بسیار ممنون از شما، خیلی متشکرم. اگر سوال چیزی هستش اگر سوال هست لطف کنید بفرمایید. من یه سوال دارم در رابطه با حافظ. حافظ دارد که این جان عافیت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. آیا حافظ از این بیت استنباط میکنیم که اشعری بود؟ آیا حافظ با تمام فرزانگیش این جان عافیت رو که میخواد تسلیم بکنه، قبل از تسلیم، قبل از دادن میگه من ببینمه؟ یه توضیح. اولا تشکر میکنم این بیت رو خوندین، چون من این بیت رو برای پدر بزرگم که خیلی عزیز بود، من این رو تفعول زدم برای سنگ قبرش سالها پیش، 17-18 سال پیش، و این بیت اومد رو سر قبرش نوشتم. الان یادش افتادم، خیلی خودم خوشم اومدش از اینه که چیز کرد. لطفه ببینین اینی که میفرمایین حافظ این بیت رو گفته، این آرزوی همه عارفانه. حتی حضرت علی هم تا زمانی که اون ضربت رو نخورده بودن نگفتن فزت و رب الکعبه. یعنی این وصال دائمیه. عارف وصال دائمی که نداره که. خود مولانا هم نگاه کنید در مثنوی جاهای کلافه است. یعنی که روزی رخش ببینم و تسلیم وی بکنم، این به این معنی نیستش که حافظ ما نظرش نظر اشاعره است که فقط در آخرت میشه او رو دید. وصال دائمیه، یعنی دیدن دائمیه، نه اینی که معتقد. اصلا شما میتوانید، من حافظ نمیگم، شما عارفی رو سراغ دارید که معتقد نباشه به رؤیت خدا دارین. اصلا همش مسئله لقاء الله. این ترجمه های قرآن نگاه کنید، حتی ترجمه مرحوم قمشهری هم نگاه کنید، هر جا میشه لقاء الله می‌نویسه لقاء رحمت الله. رحمت از کجا آوردید؟ مولانا میگه از کجا آوردید؟ معتزلی این کارو میکنن، میگه لقاء الله لقاء رحمت الله نیستش. لقاء الله یعنی میبینید او رو، میبینید او رو. نقل میکنه در مثنوی اون حدیثی رو که پیامبر میفرمایند که من خدا رو مثل ماه شب 14 میبینم. این اونی که اون داره میگه بعد از مرگ، اون لقاء دائمی است، وصال دائمی است که تا به اصطلاح این پرده کلاً کنار نره پیدا نمیشه، میسر نمیشه. اون فزت و رب الکعبه به نظر من همینه. وگرنه میتواند علی که میگه که من خدای نادیده رو عبادت نمیکنم، بس بگه که به اصطلاح بگه پس من خدا رو ندیدم، بگه من خدای نادیده رو عبادت نمیکنم، ولی میگه فزت و رب الکعبه. یعنی وصال دائمی بعد از مرگ هست. و من به نظر من هم حتی حافظ هم، من عرض کردم هیچ عارفی اشعری نیست. چرا؟ چون اساساً مسئله فهم نزد متکلمان با اون چیزی که عرفا میگن اصلا مطرح نیست. عارفی که سخن از فهم، ببین استناد معتزله و اشاعره به عقل استناد فهم دین نیست، تفسیر دینه. مثل به اصطلاح متکلمان مسیحی که استفاده میکنن از منطق ارسطویی در اثبات اعتقادات دینی. اثبات اعتقادات دینی با فهم اعتقادات دینی فرق میکنه. شما توحید رو اسپین متکلمان هزاران جور دلیل میارن در اثبات توحید. مولانا میگه یکیش به درد نمیخوره. آیا توحید رو چشیدی یا نه؟ اون وقت به من بگو. ذهن مولانا قاعدتاً یک ذهن نقادانه باید بوده باشه با توجه به مثالهایی که حضرت علی زدید. یه نکته راجع به این قضیه من عرض میکنم بعد خدمتتون، راجع به همین نقد بفرمایید. حالا شما در رابطه با اینکه گرایش سنی داشته به معنای اخص یا نه، خب او همه اندیشه های دوران خودش رو هم به نقد گرفته، هم خوبهاش رو برگزیده.
وگرنه بسیاری از اهل سنت که شما مثال زدید مثل ابن تیمیه اصلا به عقل نگاه مثل مولانا ندارن، نگاه ابزاری دارن عقل رو. بعد خود مولانا اساس کارش رو یک نگاه معرفتی هست. گر شدی عطشان بحر معنوی، فرجه ای کن در جزیره مثنوی. فرجه کن چندان که اندر هر نفس، مثنوی را معنوی بینی و بس. همین سخن مولانا کفایت نمیکنه آیا برای اینکه نگاه او رو نگاه دلی و قلبی بپدیده ها؟ ضمن اینکه بله بسیاری از نقل ها رو از راویان احادیث نقل میکنه و اونها رو به صورت حکایت هایی، به صورت پندهایی، داستان هایی در مثنویش میاره. متشکرم. از خدمتتون نکته که فهمیدین، نقد شما این گروه های مختلف اهل معرفت در اسلام رو، متکلمان، فلاسفه، فقها، عرفا رو نگاه کنین، هیچ کدوم به اندازه عرفا خودشون رو نقد نکرد. حافظ هم میگه روزه خلد بر این خلوت درویشان است، هم ببینین چه چیزایی میگه صوفی که نمیدونم چه و چه و چه. هیچ کدوم به اندازه خودشون، چون به یه پالایش درونی معتقدن. در مثنوی شما هم اون صوفی رو دارید که خر برفت دارید، هم میگه که من اراد ان یجلس مع الله فلیجلس مع اهل تصوف. هر کی میخواد با خدا بشینه هم نشینی کنه با اولیا که مرادش اینجا اهل تصوف. این نقد خود کردن در مثنوی، نه فقط در مثنوی، در متون عرفانی ما واقعا نکته مهمیه. هیچ گروهی، شما هیچ فیلسوفی رو نمیبینید، هیچ فیلسوفی نمیبینید که خودش رو نقد کنه. هیچ متکلمی همچین کار نمیکنه. در مثنوی شما میبینید خود مولانا اهل ظاهر رو نقد میکنه برای ظاهر بینی، اهل طریقت رو با اینکه خودش اهل طریقت نقد میکنه برای خیلی چیزایی، برای ریایی که ممکنه پیدا بشه، و هر کدوم من توصیه میکنه به یه پله بالاتر. این به نظر من نکته خیلی مهمیه. اما این نکته که فرمودین بله همینجوره، دقیقاً همینطور. در واقع گزینش میکنه. بله ببینین چی کار میکنه مولانا. دقیقاً. ببینین منتها اشکال کار اینه، ما باید مثل قرآن میمونه، نمیشه که نؤمن به بعض و نکفر به بعض باشیم. داستان مثلا فرض بفرمایید راجع به جبر و اختیار، اون داستان خرگوشه و اینا رو نقل کنیم و مثلا این بیت رو که این نه جبر، این معنی جباری است، ذکر جباری برای زاری است. کی میتونه اینو معنی کنه؟ یعنی چی؟ این نه جبر، این معنی جباری است، ذکر جباری برای زاری است. اینو یه عارف میتونه بفهمه. جباری یعنی چی؟ صفت جز اسما و صفات الهی. جبار بودن یعنی چی؟ جبار بودن او مستلزم اینه که من خودم رو به فقر ببینم. آیا تو خودتو به فقر میبینی که بفهمی اون جباره؟ این نجب، این معنیه. و ما دفتر اول استناد میکنیم مثلا به اون داستان خرگوشه و اینا، میگیم ببینید مولانا اشعریه. درست مثل دیالوگای افلاطون میمونه. واقعا این خب میدونید مولانا در مثنوی کلی دیالوگ داره دیگه، این میگه اون جواب میده، این میگه اون جواب میده. ولی اگر یه بیتو بگید این نظر مولاناست، اون اشتباهه. باید کلی نگاه بکنیم، به کل قضیه باید نگاه کنیم، چون مراتب داره. تو یه مرتبه نمیتونیم مثل همون دیالکتیک افلاطون باید بریم جلو. آقای دکتر من یک خواهش میکنم. سوال ندارم، فقط از آقای دکتر ایوبی اجازه گرفتم چون جمع فرهیخته‌ای هست، چون رشته من فقه و حقوق اسلامیه، با اون مسائلی که جناب والی فرمودین بحث شریعت و حقیقت، خواستم یه توضیحی بدم خدمت حضار و حضرت عالی که قطعاً اشراف به این مسئله داریم. نه حالا در همینجا، چون اصولاً نگاه ما به فقه دو نگاهه. یک نگاه در حقیقت ظاهری هست که گویی پوسته این احکام رو می‌بینیم، و یک نگاه معناگراست که در حقیقت علل و مفاهیمی که در این احکام نهفته است. من اشاره می‌کنم که دو گروه، دو نگاه وجود داره. یک نگاه اخباری ها که شما فقط به روایات نگاه کنید و یه حکمی رو استنباط کنید، و یک نگاه اصولی ها هست که در واقع ما می‌خوایم به اون علل احکام بپردازیم، و این هم هست که ما به احکام که نگاه می‌کنیم به ادله یا آیات و روایات، گاهی خود علل در خود حکم اومده که اینا در حقیقت علتهای بیان شده هست
و برخی موارد اینها رو ما استنباط میکنیم. برخی از فقها گفتن که شما مثلا فرض کنیم به حکم ربا که رجوع میکنین، پوستش اینه که ربا حرامه، ولی مفهوم اینه که در اثر رباخواری چون کسی پولش رو میده و هیچ کاری رو انجام نمیده و دیگری تلاش میکنه و هر چه کار میکنه سودش رو به اون صاحب سرمایه برمیگردونه، این در حقیقت یک ظلمی است، یک اجحافی است به اون انسان. چون اجحاف کردن به قاعده عقلی لا ضرر برمیگرده که نباید ضرری به انسانها برگرده، پس طبیعتا ربا میشه حرام. در حقیقت انطباق اینها، یعنی تعبیر وهب زهیلی که یکی از فقهای سنی هست، میگه که شما هر لایه‌ای از یک حکم رو بردارین، در زیر او یک مفهومی رو میبینین که به بحث اخلاقی و انسانی برمیگرده. لذا دیگه این گروه به طور کلی تمام این حیل شرعیه و اینها رو کنار میذارن، میگن نمیتونیم ما از شریعت یک بهره ظاهری رو بگیم آقا من یه جوری میکنم که این دیگه ربا نشه، ولی اون مفهوم ربا اگر سر جای خودش باشه حرمت پابرجا هست. خواستم به فرمایش‌های شما که از مثنوی چیز کرد یک نکته‌ای رو اضافه کنم که در بین فقها هم دو نگاه وجود داره، یک نگاه ظاهری و در حقیقت پوسته دین و یک نگاه مفهومی که باطن دین هست. متشکرم. اتفاقا جناب دقیقاً این توی من یه قدری نگاه میکنم به نقدهای مثنوی، دقیقاً اونایی که تو دوره صفویه منکرین هستن اخباریا هستن که به شدت، الان هم همینطوره، الان هم اخباریون ما هستن که به شدت به اصطلاح منکر این معارف هستن. فرمایشتون درست. جناب پازوکی، با تشکر از توضیحات دقیقتون در مورد این نظری که فرمایید ما مسلمان‌ها چه کار میکنیم، من یه نظر دیگه ای دارم که فکر میکنم چون با سفرهای زیادی که رفتم دریافتم راه حلی برسه. بله، ببینید این مسلمان‌ها نیستن که با غربی‌ها دارن میجنگن، مسلمانی مردم عادی ان که واقعا با محبتن. غرب اومده، واقعا نمیخوام وارد سیاست بشم، فرقه هایی که مذهب علیه مذهب ساخته مثل القاعده و طالبان و وهابیت و بهاییت و الی آخر، اینا رو ساخته و با این گروهایی که مسلم میکنه، اخیراً هم ترکیه داره میسازه میفرسته تو قره‌های چین و اینا که دارن تخریب میکنن و بد جلوه میدن، اینا مسلمانان نیستن، اینا القاعده ان که مزدورای غربن و بر اساس تئوری توطئه‌ای که همین منافع غرب ایجاب میکنه، منافع استکباریش، این کارا رو میکنه مسلمان‌ها رو خراب کنه در اصل. من خواستم این توضیح خدمتتون بدم. یه نکته برای من جالب بود که تمام این عرفا منشأ خودشون با اعتراف کامل از این یه نظر دیگه است، از قرآن میگیرن. همون که مولانا تاکید میکنه، میگه من بنده قرآنم اگر جان دارم، من خاک ره محمد مختارم، گر نقل کند جز این کس از گفتارم، بیزارم از او و زین سخن بیزارم. خیلی ممنون. ارشد خدمتتون که من دقیقاً همینو گفتم. عرض کردم گروهی از مسلمانان که میگن مدعی بازگشت به سنت پیامبران و میخوان، این کلمه سلفی همینه، میگن بازگشت به سلف صالح، تعبیر کاملش اینه، میخوان یعنی میگن برگردیم به زمان پیامبر، احیا بکنیم سنت پیامبر رو. در این احیاگری هر کی مخالفه از میون برش داره.